نیمه شب در خونش رو زدن، رفت در خونه رو وا کرد. گفتن ابیذر مرد حسابی نمیخواید از سرین علی بردارید؟ آخه از علی چی به شما رسیده؟ ببین خلیفه برات چیا فرستاده، همه اینها مال تو، این تحفه ها همش مال توه، دنیا تو بساز با ما باش. یه نگاهی کرد گفت که بی معرفت ها، 2 توهین به ابوذر کردید. اول یک، ابوذر علی فروشه؟ دوم، آخه نامردا قیمت علی اینه؟ همه اینا رو که گفتن در و کوبید، ابوذر رفت تو اینو برای مولا گریه کردن، میگفتن به مولا، گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ گفت وقتی ابوذر در و کوبید رو اینها رفت، 3 روز بود زن و بچه و خودش تو خونه هیچی نداشتن بخورن. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که همه عالم بشنون این سرزمین اینجا فدک صدیقه طاهر است. این سرزمین امیرالمؤمنینه. ما علی رو با شمشیر قبول نکردیم، ما حب علی و اولاد علی رو با قلبمون قبول کردیم. تو سرزمینی که لالایی بچه هاش تو بغل مادراش جنگاوری های علیه، ما جلوی همه دنیاتون میستیم اگه جلو علی ما بیستید. شما میخواید ما رو اینجا زمین گیر بکنید؟ ما میدونید بچه های کی هستیم؟ من رو به دوربین میگم، اینو دشمن بشنوه، از زبان همه ملت ایران دارم میگم. ما بچه های این آقاییم، ما بچه های خیبریم، ما هممون خیبر شکنیم.